با گرون شدن بستنی دوستان چاره‌ای نداریم به جز اینکه دست به کار بشیم خودمون تو خونه هر نوع بستنی که دوست داریم درست کنیم. به به جاتون خالی. بستنی یخی فالوده‌ای، آب جوش، شکر، آب لیمو، عرق نعنا، رنگ سبز خوراکی، رنده پوست لیمو رو مخلوط کنید هم بزنید تا شکرش حل بشه. آب و جوش بیارید، رشته فالوده رو داخلش بریزید، با قیچی خورد کنید، داخل قالبا بریزید. از اون مایعی که درست کرده بودیم میریزید اون رشته ها، میره داخل فریزر. من از یه طعم دیگه استفاده کردم، شربت آلبالو بود، داخلش آب لیمو ریختم. به همون طریق قالبا رو پر میکنیم، میره داخل فریزر. از تیکه های میوه میتونید استفاده کنید. بعد از اینکه قالب رو از فریزر خارج کردید داخل آب بذارید که بتونید بستنی راحت در بیارید. اینم از نتیجه کارمون. داخل زیپ کیپ بذارید، هر موقع که حواس بستنی کردید در بیارید و سپس نوش جان کنید. اینم از بستنی های ما، گوارای وجودتون.